فکر اندیشه شما چی است؟ آیا درست است که شاید 2-3 سال دیگه دوام میکند حکومت خودکامه ما یا دیر خود دوام خواهد کرد؟ من همین سوالا میخواستم از شما بفهمم. بله، منم با این نظرها شناسم، بسیار میشنوم. حتی در بین ما مخالفین و مبارزین وقتی گاه که در این موضوع صحبت میکنیم، برخی از دوستان میگن که من مثلا 5 سال دیگر میکنم که عمر حکومت رحمانوف 5 سال مونده است. برخی دیگر میگن نه 2 سال 3 سال. برخی دیگر هست که نه، اصلا میگن که دیگر با این شرایطی که هست و با این وضعیتی که با وجود آورده است، مثل کره شمالی همون خیلی کالا 50 سال است که یک از پدر به پسر میگذرد و ملت رو به اون حال آوردن. در تاجیکستان هم میگن همین میشه، یا مثل ترکمنستان یا کشورهای دیگر. در مسئله سال چند سال دوام میکند، من آشکار میگویم که خودی من شخصا یک رقمی مشخص رو گفتن نمیتونم و اصلا نباید این رو هم مشخص گفت، اما میشود حدس زد یا تخمین کرد که تقریبا حالا این رو در امور اقتصاد میگن یک کریدوری مثلا مالیوی یا اقتصادی باید باز کرد. در سیاست هم یک کریدور باید باز کنیم که مثلا از کریدور زمانی بین مثلا 3-5 سال تا 7 سال میتواند این حالت رخ بدهد با نظر داشتی اون رویش و تندنسی که هست، اون سرعت تغییریابی حادثه ها. سال 2018 مثلا من پیش بینی میکردم که این چیز میتواند در 10 سال اتفاق بیفتد، اما یک بار در بین سالهای 2019 تا 2021 سرعت تغییریابی وضعیت هم در داخل کشور و هم در داخل ملت، آگاهی ملت، بیداری ملت از پروگنوزهای ما قوی‌تر و با سرعت‌تر شد و حالا من پیش بینیم یک کمتر فرق میکند که میتواند این سرعت یا مدت کمتر باشد، اما باز خداوند خودش دانا هست، این را هیچ کس پیش بینی کردن نمیتواند. شاید فردا میشود همین کار. بعد در بعضی کشورها معمر قذافی، چون من هم به اصطلاح شرق شناس عرب شناس هستم، من سیاست عالمی عربی رو پیگیری میکردم، در تونس، در الجزایر، در مصر، در لیبیا چی خبر است. معمر قذافی نه تنها خود قذافی بلکه تمام سیاست شناسان میگفتن که اونقدر قوی هست، اونقدر مسئولیت کشور و لجام ملتش رو در دست گرفته است که اصلا در کشور هیچ آدمی زنده نمونده است و همه را نابود کرد، همه را زندانی کرد. حتی معمر قذافی اجازه نمیداد که یک آوازخوان را اگر کمتر معروف میشد رو از صحنه دور میکردن. ولی بالاخره چی شد؟ تغییر است. همه مطمئن بودن که این دیگر پسرش سیف الاسلام را سر قدرت میآورد و اون ملتی را که قذافی به اون حال رسانده بود، تحقیر کرده بود، بالاخره گریبانش در دست همین ملت افتاده، با چه متاسفانه با یک شکل بسیار فجیع او را نابود کردن. اما در جایی که همه میگفتن که حالا امروز یا فردا انقلاب میشود، میبینیم که 10-15 سال دیگر طول کشید. بنابراین دوستی عزیز، در تاجیکستان هم پیشگویی کردن کار دشوار است، اما یک چیز را ما و شما شاهد هستیم، میتونیم با باوری بگیم بیداری ملت روز به روز سرعتش بیشتر شده است و من فکر میکنم که اگر همین روند ادامه پیدا کند، ان شاء الله که تغییرات در تاجیکستان دیر نخواهد بود.